خب تو این بخش میخوایم بریم سراغ مدل سازی مفصل بندی شده. دقیقاً بفهمیم رباتی که مفصل و لینک داره از نظر حرکتی چطوری توصیف میشه. اول خیلی خلاصه بگم قراره درباره چی حرف بزنیم. سینماتیک، زنجیره سینماتیکی، ساختار سری و موازی و بعدش هم زنجیره باز و بسته. اول از همه سینماتیک یا کاینماتیکس. سینماتیک یعنی بررسی حرکت ربات بدون اینکه کاری به نیروها و گشتاورها داشته باشیم. اینجا فقط این مهمه که مفصل‌ها چطور حرکت میکنن و این حرکت‌ها چطور تبدیل میشن به موقعیت و جهت ابزار نهایی. پس فعلا نه وزن مهمه، نه نیرو، نه فشار، فقط خود حرکت. وقتی از حرکت حرف میزنیم باید ببینیم این حرکت اصلا از کجا تا کجا منتقل میشه. اینجاست که به زنجیره سینماتیکی میرسیم. زنجیره سینماتیکی یعنی یه توالی منظم از لینک ها و مفصل ها که از پایه ربات شروع میشه و میرسه به ابزار انتهایی. به زبان ساده همون مسیری که حرکت توی ربات طی میکنه. در ساده ترین حالت این زنجیره میتونه سری باشه، یعنی مفصل ها یکی پس از دیگری قرار میگیرن، مثل بیشتر بازوهای صنعتی که میشناسیم. اما تو بعضی ربات‌ها، مخصوصا ربات‌های موازی، این زنجیره دیگه فقط یه مسیر ساده نیست و بین لینک ها حلقه های سینماتیکی تشکیل میشه که بهش میگیم زنجیره بسته. البته تو این دوره تمرکز اصلی ما روی ربات‌های مفصل بندی شده با زنجیره سری است، چون هم رایج‌ترن هم برای شروع تحلیل ساده تره. حالا بیایم ساختار رو یکم منظم‌تر دسته‌بندی کنیم. از نظر ساختار سینماتیکی 2 تا چیز مهم داریم. یکی این که ربات سریه یا موازیه و یکی هم این که مسیر حرکتیش بازه یا بسته است. این 2 تا رو با هم قاطی نکنید. اول بریم سراغ ربات‌های سری و موازی. در ربات سری مفصل بندی شده، لینک ها و مفصل ها پشت سر هم قرار میگیرن و فقط یک مسیر سینماتیکی از پایه تا ابزار نهایی وجود داره. به خاطر همین این ربات‌ها دامنه حرکتی خوبی دارن و کنترلشون هم ساده تره. ولی خب معمولاً از نظر دقت و ثبات مکانیکی نسبت به ربات‌های موازی ضعیف‌ترن. ثبات مکانیکی یا همون استیفنس یعنی سختی و محکمی و سفتی نیست و هست. یعنی مثلا وقتی یه فشاری به ربات وارد میکنی، مثلا دست بذاری روش یه فشاری بذاری، این فشار تو چقدر میتونه این ربات رو تغییر حالت بده بدون اینکه خود ربات قصد به اون تغییر حالت داشته باشه. یه همچین چیزایی. در مقابل ربات‌های موازی رو داریم. اینجا ابزار نهایی به طور همزمان توسط چند زنجیره سینماتیکی پشتیبانی میشه. این ساختار باعث میشه دقت و استحکام بالاتر بره، ولی خب فضای کاری محدودتر میشه و کنترل هم پیچیده تر میشه. نمونه معروف این ربات‌های موازی ربات دلتاست.